زندگی نامه یکی از دلاورمردان ایران زمین، نادرشاه افشار، پسر شمشیر، سردار ناآرام. قسمت 58. در یکی از شب‌های سرد و طاقت فرسای قفقاز که نادر در اردوگاه ایران خواب و در حال استراحت بود، پیکی به اردو رسید و خبر داد که ضارب و تیرانداز به نام آقا میرزا نیکخدم که قصد جان قبله عالم را داشته، همکنون در نزدیکی اردوگاه است. با وجودی که نادر به مأموران محافظ ضارب دستور داده بود آقا میرزا نیکخدم که در هرات دستگیر شده تا قفقاز که اردوی نادر بود حق صحبت و ملاقات با کسی را ندارد، با این وجودی که از وزرای بنفوذ نادر به نام میرزا علی اکبرخان شیرازی به درخواست خواهرش که همسر نادر بود و شدیداً به ستاره که سوگلی نادر بود حسادت می‌ورزید، در بین راه با نیکخدم دیدار می‌کند و به او تلقین می‌کند تنها راه نجات وی از مرگ هنگام روبرو با نادر آن است که بگوید رضا قلی میرزا او را تحریک به قتل و ترور پدرش نموده است. در روز بعد نیکخدم به همراه 200 نفر محافظ به اردوی ایران در قفقاز که سپاه ایران در آنجا مستقر بود رسید و به دستور نادر با دستان بسته به چادر او وارد گردید. نادر تمام محافظان را مرخص کرد و دستور داد به جز آقا میرزا نیکخدم و منشی مخصوصش به نام میرزا مهدی سرابادی هیچ کس درون چادر نباشد. نادر سپس رو به نیکخدم کرد و گفت: تو خوب مرا میشناسی و میدانی اگر حرفی بزنم محال از خلاف آن عمل نمایم. پس تهی مغزی و سبکسری را کنار بگذار و خود را فدای شخص و گروهی نکن که تو را جلو انداخته و پس از مرگت نفسی به راحتی میکشند و به عیش و نوش خود پرداخته و به ساده لوحی تو میخندند. به من راست بگو، من هم قول میدهم که تو را نکشم و آزادت نمایم. نیکخدم اندکی خاموش ماند و با ترس و لرز و بریده گفت: اگر قبله عالم به پیامبر خدا سوگند بخورند که مرا آزاد کنند، آنچه را میدانم بازگو خواهم کرد. نادر بیدرنگ گفت: به رسول الله سوگند میخورم، چنانچه راست بگویی تو را آزاد کنم تا به میان تیره و قبیله خود بازگردی. نیکخدم که میدید از لبه پرتگاه فنا و نیستی دوباره به جهان هستی بازگشته، آب دهان خود را فرو برد و گفت: با نهایت صداقت نزد ذل الله سوگند میخورم هرچه میگویم راست باشد. دلهره‌ای عظیم سراسر وجود نادر را فرا گرفته بود. او با آن همه محکمی و دلاوری و شیردلی که در ذات او سرشته بود، در این لحظه قلبش به سختی به تپش درآمده بود. سکوت سنگینی بر سراپرده نادر سایه افکند. سرانجام نادر نفس بلندی کشید و رو به نیکخدم گفت: زود باش، بگو چه کسی تو را وادار به این کار کرد. نیکخدم با حالتی استوار و محکم رو به نادر کرد و گفت: قبله عالم، کمی بیاندیشید چه کسی بیش از همه از مرگ شما سود میبرد. این سخنان مانند پتکی سنگین بر مغز نادر فرود آمد و یک لحظه چشمانش سیاهی رفت، به طوری که نیکخدم از تغییر چهره نادر به آتشی که در درون وجود وی شعله‌ور شده بود پی برد. نادر قبلا هم به رضا قلی میرزا که محبوب ترین فرزندش بود بدگمان شده بود، اما اینک میدید جگرگوشه اش سررشته این توطئه بوده. رضا قلی علل خصوص کسی بود که نادر برایش آرزوهای بزرگ و طول و درازی داشت. کام پدر به شدت تلخ و خشک شده بود. لذا رو به نیکخدم کرد و گفت: باقی را بگو، روشن‌تر حرف بزن. من قسم خوردم اگر راست بگویی تو را نکشم و آزادت کنم. نیکخدم که مرد باهوشی بود، دریافت در درون نادر طوفانی هراس‌انگیز برپا شده. به همین انگیزه ادامه داد: وقتی که قبیله و تبار من علیه قبله عالم سر به شورش برداشته و سپس طعم تلخ شکست را چشیدند، زندگی من تباه شد و خانمانم برباد رفت. ابتدا به هند رفتم تا اینکه حضرت ذل الله قدم به هند گذاشتند. من نیز ناچارم به مشهد آمدم و به حضور اعلی حضرت رضا قلی میرزا رسیدم و وضع پریشان خود را به آگاهی ایشان رساندم و درخواست کردم کاری به من رجوع کند تا زندگیم را بگذرانم. ولیعهد دلشان برایم سوخت و 20 سکه طلا به من دادند و گفتند اگر در مقابل پدرم جنگ نمی کردی می توانستم تو را به کار بگیرم، اما اکنون نمی توانم، چون تا زمانی که پادشاه زنده است کاری از دستم بر نمی آید و با این کنایه به من فهماندند که تکلیف چیست. نیکخدم ادامه داد: به ولیعهد گفتم این پول فقط کفاف چند ماه مرا می دهد، که ایشان گفت تا زمانی که ولیعهد هستم بیش از این نمی توانم کمکی بکنم، ولی اگر پادشاه ایران شوم و دستم باز شد کار و مقام بزرگی به تو واگذار خواهم کرد و به جز آن مقام 1000 سکه طلا نیز به تو خواهم داد.
با این اظهارات کنایه آمیز تکلیف من که تیرانداز ماهری بودم و به گواهی شاهدان گنجشک را در هوا می‌زدم روشن شد. لذا به خود جرأت دادم و گفتم پس با این حساب من برای اینکه از الطاف شما بهره مند شوم بایستی رقیبتان را از میدان بیرون کنم و اینک من به شما اطمینان می‌دهم تا چند ماه دیگر تاج پادشاهی ایران را بر سر مبارکتان خواهید گذاشت. نادر که می‌خواست دلبندترین فرزندش را در دادگاه وجدان خویش تبرئه کند بی‌تابانه پرسید رضاقلی چه گفت؟ نیکقدم گفت شاهزاده فرمودند در برابر من از این حرفها نزن. نمیخواهم چنین مطالبی در حضور من گفته شود. ولی هنگامی که از نزد ایشان بیرون می آمدم گفتم قول بدهید وقتی من کار خودم را انجام دادم و زمانی که پادشاه ایران شدید 1000 سکه و مقامی را که وعده‌اش را دادید به من بدهند. به دنبال اصرار من شاهزاده سوگند خورد پس از تکیه زدن بر تخت پادشاهی ایران 1000 سکه و مقام و منصبی ارزشمند به من عطا نماید. نادر دیگر نتوانست خویشتن‌داری کند و با فریادی خشمالود و هراس‌انگیز گفت دستور خواهم داد در این باره تحقیق کامل شود. وای به حالت اگر یک کلمه دروغ گفته باشی. در آن صورت چنان مرگی در انتظارت خواهد بود که تا پایان جهان زبان زد خاص و عام باشد. پایان قسمت 58.